زنها یک چیزشان بسیار خاص است. وقتی زمانی که یک زن که شما جنجال میکنه، جنگ میکنه، ولی بازم در دل خود امید داره مردی را که دوستش داره بهش توجه کنه. وقتی یک زن در تلفن کرد تو جنگ میکنه، تلفن سر قطع میکنه، ولی باز منتظر است که برش یک زنگ دوباره بزنی، از دلش بکشی، اما آزردگی که داره. یک زن چرا جنگ میکنه؟ وقتی که دیده نمیشه، وقتی که احترام بهش و توجه برش نمیشه، اعصابش خراب میشه، باعث میشه جنگ میکنه، جنجال میکنه. یک زن هیچ وقت خوش نداره خانه خود خراب کنه. یک زن پدر خود، مادر خود، فامیل خود اعلام میکنه، وارد خانه شما میشه که یک زندگی بر خود جور کنه. هیچ کس خوش نداره که زندگی خود طلاق کنه، پس بره به خانه پدر خود. برای به این پستای اینستاگرامی توجه نکن، بازی نخورین. هر کس از وقتی شخصی خود اومده، زنها بر علیه مردها، مردها بر علیه زنها، و آدمای مریض هستن. آدم سالم برای زندگی وارد زندگی یک نفر میشه. یک زن از شما چیز نمیخواد جز توجه. یک زن باور که اگه شما توجه برش کنین، محبت بتین، تو چند محبت بر خود شما میده، او زندگی رو بر شما خودتان شیرین میکنه. یک زن دوست داره که فهمیده شود. یک زن دوست داره به صحبتایش گوش داده شود، احترام برش داده شود. پشت هر مرد موفق دست یک زن است. اگر به زن توجه کردی، محبت دادی، او زندگی رو بر خود شیرین کردی. اگر بر زن محبت توجه نکردی، هر چقدر که زن سرد شده بره، او زندگی بر تو زهر مار شده میره. پس کوشش کنین که بر زنهایتان، بر کسایی که ملکه زندگیتان است، محبت عشق واقعی را تقدیم کنین.